میخوام دعوت کنم از شما به دیدن یک مسابقه جنجالی فوتبال. قبلش یه آمار میگیرم، استقلالیاش دست قشنگ بزنن. حالا پرسپولیسیاش ای ایدل خائن، فهمیدم تو پرسپولیسی نیستی. یه روز با پویان برنامه بودیم، یه جا بامشاد پشت صحنه دیدم. گفتم بامشاد واقعا IQ مشکل داره شما اینطوری قضیه رو؟ نه بابا، همش تقصیر ایدل نامرده. گفتم اگه اینطور نیست بلدی تا 5 برای من بشموری؟ گفت بابا دیگه بچه مهدی کودکم بلده. بیا 1 2 3 4. اما فوتبال ما نه مورد استقلال، نه پرسپولیس، نه قرمز، نه آبی، فقط سبز هزاری. عشق است، همه دنبال اونن. الکی سبز آبی 2000ش هم اومده. میریم ورزشگاه آزادی مسابقه فوتبال ببینیم بین دو تیم ایران و عربستان. همزمان با پخش فوتبال ایران و عربستان آقا و خانمی تو خونه نشستن که خانم علیرغم اکثر شما خانم‌های محترم که به افتخار تیماتون دست زدید هیچ علاقه به فوتبال نداشت. لذا درست زمان پخش فوتبال عصبانی شد، کنترل برداشت. باز این فوتبال لعنتی شروع شد. زرت زد، شبکه رو عوض کرد. آقای خونه رو داری یک مجنون فوتبال، دمرو خوابیده بود با یه پاکت تخمه 5 کیلویی، با یه هیجان زیاد آماده شروع فوتبال. یهو شبکه عوض شد. ها چه خبر میکنه خانم؟ پخش دندن فوتبال ها؟ جر و بحث بالا گرفت، خانم کنترل نمیداد، آقا لج کرد. بوی بچهای 4 5 ساله رفت نشست با دستگاه تلویزیون، با انگشت فرد فوتبال آورد. خانم دوباره لج کرد، زرت زد. آشپزی بود با کنترل. اون فرد فوتبال زرت داشت، فرد که زرت و فرد تلویزیون رو در آوردن. قد که شبکه عوض کرد. ببینید چه اتفاق میفته در این خونه و در ورزشگاه آزادی. گزارشگر ما رو دریابید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور شما بینندگان عزیز. اینجا ورزشگاه آزادی بیش از 120,000 ایرانی مجتمع آمدن تیم ملی جمهوری اسلامی ایران رو یک پارچه تشویق میکنند. ورزشگاه ناگهان خالی از جمعیت شد. شیپور بنده پاره شد. قبل از اینکه کارت به جای دیگه بکشه حضورتون معرفی میکنم بازیکنان دو تیم رو. در تیم ایران ابراهیم میرزاپور با شماره 1 عدد مرغ درشت. خانم با کنترل زد، آشپزی بود وسط فوتبال که سنگربان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران است. علی دایی با شماره 10 عدد آلو. افشین پیروانی 5 تا لیم امانی. مهرداد میناوند خوب میکوبی بهش تو هاونگ. مهدی مهدوی کیا فلفل سیاه با شماره 2 عدد قاشق چای خوری کافیه. حامد کاویان پور که قبلا رندش کردیم. واحدی نیک بخت واسه دخترای دم بخت. لازم این برنامه رو نگاه کنن، یه چیزی بلدسن واسه آیندهشون. در تیم عربستان محمد الدعیه با شماره 1 عدد بادنجون سیاه درشت که دروازه‌بان تیم ملی عربستان از خالد مسعد موالی با شماره 15 دقیقه دم میکشه. عبدالله زبر ماوی گوشت گاوی یا گوسفندی تغییری در طعم غذا ایجاد نمیکنه. خب دیگه فرصت معرفی نیست، بازی با سوت و تبر شروع میشه. علی دایی پاس میده، یه خورده بوی ماس میده، میرسه به کریم باقری. باریکلا به این شیرمرد آذری، بازم یه شوت محکم. آرومتر میزنیم تا خوب کف کنه. از کنار دروازه بی حاصل عبور میکنه. برای تیم ایران ضربه ایستگاهی پشت توپ مهدی مهدوی کیا سانتر میکنه. علی سامر صبح سینه رو سرخ میکنیم، سرطرف میدیم، ادویه میزنیم، میزنه به علی دایی. موقع استثنایی ضربه سردیدنی و توی دروازه گل. Från kan se, där står